محفل شیرینیخوری زهرا الهام در استرالیا و اشتراک هنرمندان مشهور افغانستان و تاجیکستان در این محفل. زهرا الهام با کی نامزد شده است و افشای حقایق بزرگ زهرا الهام با جمال مبارز و کنسرت‌های جنجالی زهرا الهام با هنرمندان تاجیکی در استرالیا. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. زهرا الهام هنرمند خوش صدا، خوش سیما، جوان، موفق و ناماشنای کشور است و هزاره می باشد، ولی با استعداد خاصی که داشت توانست مقام اول را در پروسه رقابتی ستاره افغان از آن خود کند. زهرا الهام بعد از ختم پروسه ستاره افغان آهنگ‌های بیشماری و زبان‌های شیرین دری، پشتو، هزارگی و ازبکی سرود که مورد حمایت و تشویق فراوان علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفت. زهرا الهام تحت حمایت خاص آریانا سعید قرار داشت و این کنسرت‌های خارج از افغانستان هم برای علاقمندانش برگزار میکرد. زهرا الهام اکنون با یک برادرش در کشور استرالیا زندگی میکند و متباقی خانواده‌اش در کشور ایران است. زهرا الهام در کشور استرالیا هم آرام ننشسته و کارهای هنری خود را مانند قبل پیش میبرد. جدیدترین کنسرت وی با هنرمند تاجیکی در استرالیا برگزار شد که مورد نقد و نظر شدید علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفته است. در این کنسرت زهرا الهام کمتر از 100 نفر اشتراک کرده است. این روزها بگو مگوهای فراوان در صفحات مجازی درس کرده است که زهرا الهام با جمال مبارز رابطه عاشقانه ای داشته است، ولی اینها همش دروغ می باشد. زهرا الهام با یک پسر هزاره ولی میلیونر در استرالیا نامزد شده است و قرار است تا یک ماه دیگر محفل نامزدی زهرا الهام برگزار شود. من هم از صمیم قلب پیوند نامزدی زهرا الهام را تبریک گفته. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان زهرا الهام به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.